سلام به همه شما عزیزان. امروز میخوایم درباره یه موضوع مهم صحبت کنیم. اگر دنبال راهی امن و مطمئن برای فعالیت در صرافی بایننس هستید، تا آخر این ویدیو همراه من و تیم بایننس وریفیکیشن باشید. یکی از سوالای پرتکرار شما اینه: کدام کشور برای احراز هویت بایننس مناسب تره؟ انتخاب کشور مناسب به عوامل مختلفی بستگی داره. مثلا باید حواسمون باشه که کشورهایی که مالیات سنگین دارن، فیوچرز براشون محدود شده یا سیستم استعلام سختگیرانه دارن، گزینه‌های خوبی نیستن. تیم بایننس وریفیکیشن بعد از بررسی‌های مداوم و بروز در حال حاضر کشور آذربایجان رو به عنوان بهترین انتخاب پیشنهاد میکنه. چرا؟ چون هم بی‌حاشیه است، هم محدودیت خاصی نداره و هم فرایند وریفای باهاش راحت‌تر پیش میره. هزاران نمونه کار با مدرک آذربایجان هم توی کانال داریم که گواه بر تایید این موضوعه. البته قوانین بایننس مدام در حال تغییره و ممکنه تو دوره‌های مختلف کشور پیشنهادی عوض بشه. اما خیالتون راحت باشه، ما همیشه بهترین و امن‌ترین لوکیشن‌ها رو بهتون معرفی می‌کنیم. بخش دوم، اکانت آماده بایننس، آره یا نه؟ شاید بپرسید آیا تو کانال بایننس وریفیکیشن یا سایت یوزپی اکانت آماده بایننس هم میفروشی؟ جوابمون یه نه قاطعانه است. استفاده از اکانت آماده رو به هیچ وجه پیشنهاد نمی کنیم. چرا؟ چون این اکانت ها با چهره و هویت شخص دیگه ای ساخته شدن که شما نمیشناسیدشون. حالا فکر کنید بایننس یه روز درخواست فیس وریفای مجدد بده و اون فرد هم در دسترس نباشه. اون موقع اکانتتون قفل میشه و ممکنه کل سرمایه‌تون از دست بره. بدتر از اون شخص میتونه با مدارکش ادعای مالکیت اکانت رو بکنه و همه چیز رو از دست شما بگیره. پس ریسکش خیلی بالاست و ما این روش رو اصلاً توصیه نمی‌کنیم. خب بریم سراغ سوال بعدی. تکمیل فرایند وریفای اکانت بایننس چقدر زمان میبره؟ این بستگی به تعداد سفارش‌های اون روز داره، ولی معمولاً بین 12 تا 24 ساعت طول میکشه تا کارتون انجام بشه. ما تو بایننس وریفیکیشن تمام تلاشمون رو میکنیم که سریع و بدون دردسر اکانتتون رو وریفای کنیم. شما میتونید از طریق کانال تلگرام و یا سایت یوزپی سفارشتون رو ثبت کنید. یه سوال مهم دیگه: اگه وریفای موفقیت آمیز نباشه چی میشه؟ ما اینجاییم که خیالتون رو راحت کنیم. اگه به هر دلیلی وریفای انجام نشه، کل مبلغ پرداختیتون بدون کم و کاست به حسابتون برگشت داده میشه. این جزو تعهدات ماست و معنی واقعی وریفای تضمینی همینه. برای پرداخت امن و مطمئنم میتونید از درگاه سایت ما یعنی uzpay.com استفاده کنید. سوال دیگه: حالا میپرسید آیا شما همه مراحل احراز هویت رو انجام میدید یا خودم باید کاری بکنم؟ خبر خوب اینه که گرفتن تیک سبز و تایید اکانت کاملا بر عهده تیم بایننس وریفیکیشنه. ما مدارک رو طراحی میکنیم و فرایند رو پیش میبریم. فقط تو مرحله فیس وریفای شما باید برنامه بایننس رو باز کنید، جلوی دوربین برید و چهرهتون رو با مدرکی که براتون ساختیم تطبیق بدید. همین و بس. سوال دیگه: امنیت اکانت چطور تضمین میشه؟ شاید نگران امنیت باشید و بپرسید اگه شما وریفای رو انجام بدید خطری اکانتم رو تهدید نمیکنه؟ جوابمون اینه: هیچ جای نگرانی نیست. موقع وریفای موجودی اکانتتون صفره و هیچ سرمایه‌ای توش نیست که بخواد به خطر بیفته. بعد از تحویل اکانت کافیه رمزتون رو عوض کنید و ورود 2 مرحله‌ای رو فعال کنید. با این کار امنیت اکانتتون 100% تضمین میشه و هیچ کس نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه. بعضی تیم‌ها با بهانه‌های امنیتی کار وریفای رو به خودتون واگذار میکنن، ولی ما توی بایننس وریفیکیشن معتقدیم این کار باید توسط متخصص انجام بشه تا ریسک به 0 برسه. آخرین سوال: چطور بهتون اعتماد کنیم؟ ما تو کانال بایننس وریفیکیشن هزاران نمونه کار موفق از احراز هویت بایننس داریم. صدها ویدئوی اثبات وریفای هم تو کانال تلگراممون گذاشتیم. کافیه یه نگاهی بهشون بندازین، بررسی کنین و با خیال راحت تصمیم بگیرید. خب دوستان، امیدوارم این توضیحات براتون مفید بوده باشه. اگه دنبال یه راه مطمئن برای وریفای بایننس هستید،
ما کنارتونیم تا قدم به قدم همراهیتون کنیم. نظرتون رو زیر این ویدیو بنویسید و اگه سوالی دارید بپرسید تا سریع جواب بدیم. مرسی که همراه هم بودید. تا ویدئوی بعدی موفق باشید.